برادر عزیز سلام علیکم سلام. امروز 27 ایول. چخیلی میبینه که حضره ویدوما داره. اینا همی دوشی بنزینی قطعی برگر نشان شدیم. اینا سالی 3 مای یاردم کرده است. همی سحری هوا کم آور کرد. یک بارونی مای دزد که علف تر شد زمین تر نشد. کم زد یعنی. حاضر هوا که شد دیده است که اونجا کم کم صاف کرده است. آن همونجا همین صاف کرده اومده است. در بلنکه ها بلند هم نه جایی که مول میچره برف زد. اینا برادر عزیز اینا تا درخت های پیش خودم دیده است. اینا سر کو آن همونجا برف زد در همون بلندی. این برف نو زدگی. ولی اینترنت هوا را خیلی دادگی که امروز هم پگه هم هوا آورناکه احتمالی بارون مثل همین روزا برف ممکن که بخوام با توی آورورا توی جورا بخوام با انا همین خیل ایکو پاستن ایشم پاستای اینشم پاستای یعنی دیدیستی که اوجا هم برف زد. این برف پرنه نیست برف همین سالای. با فکرم که امسال سال 2017-18 زمستانش تنج گذشت. زمستان نبود بگیم نسبتی سال پیش نه درسته. امسال با فکرم زمستانی سخت میایه قهرتون. در جاهای ما ولی سیب سرخ نشده است. زردالی نو پخته است. در بعضی جاها پخته پیش پزک میگن همونش پختگی. بود چیز دیگر پختگی ولی چبندک سرخ شده است. در همین جام سرخ شده است پختگی خب گیم میشه. ای چرمق دوره سیبم ادبره چرمغزو ولی درست برادرو انا همینجا همین چرمق کل ندیست. انا همین خیلی رفتگی اون طرف دیار نیست. همش نصیب باشه چرمقای خودمون میتکیم شو تا جوری که بدرویم تا همونجا را چرمقه میتکیم. مثلا نصیب مرچمون موش میشه و چرمق خریده. بارون زد همه ترن سر. ما هم بای ندادیم حرکت کرده در دیسیم. مردم همه با ماشینا و با تراکتورها اومدن که هاشون ایروزمین بردن تیستر کی بارون زد میپوسه که ما بپرورنگیم مولی که درزه کردیم نبستیم مولی خوشه کردن بردنش دور. خیلی برادر رازی حضیرش همه خباز در چخچق هستیم. ولی افتاد زدگی نیسته بر وقتی ساعت 6 شده است. درسته خیر بود چخچق میکنیم.